های گایز، چطورین بچه؟ امروز با لوازم آرایشی جدیدی که گرفتیم میخوایم ما هم آرایش بکنیم، ببینیم همش برای یه آرایش کامل اوکیه یا چیزای دیگه هم نیاز داره. آره. اول من آرایش میکنم، بعد پرینا داریم کدوم آرایشمون کاملتر و بهتره. این پارت یکشه، اگه دوست داشتید میتونید بریم پارت های بعدش هم ببینید. بزن که بریم. خب بچه، اینا لوازم آرایشی جدیدمه. بیوتی بلندر، یک لیپ اویل، سفورا یک بیوتی بلندر مخصوصش که من گرفتم، این کانتور میلک، لیمپ لامپر دیور و روژگونم. اینم میلک جدیده که برای بار سوم که دارم میگیرم و کانسیلر. بریم که شروع کنیم. اولی کلی متوجه شدم که ما کرم پود نداریم و مثل اینکه باید کانسیلر برای کل صورتم استفاده کنم، ولی از اونجایی که نیاز نداره من فقط جاهای